صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. خداوندا، آسمان و زمین و تمامی خلقت سخن از اسرارهای عظیمی از تو دارد. وقتی که به کهکشانها نگاه می‌کنیم به قدرت عظیم تو پی می‌بریم. وقتی که به طبیعت نظر می‌افکنیم با ظرافت و هنر تو روبرو می‌شویم. وقتی که به خودمون نگاه می‌کنیم در برابر محبت و الطاف و کرم تو مات و مبهوت و متحیر می‌مانیم، زیرا می‌دانیم که حتی لیاقت بیاد آوردنمون رو نداریم. ما خدایا به درگاه تو آمده ایم، زیرا تو ما را ترک نکرده و در این کهکشانها ما را تنها نگذاشته ای. خداوندا، روح ما طالب توست و جان ما اشتیاق تو را دارد. پس تمنا این که در این ساعت هستی و وجودمان را متوجه کلام مقدست بگردان تا به کلام تو گوش داده و معنی آن را درک کنیم و اوامرت را در زندگیمون عملی سازیم. اسرار مقدس و الهیت را بر بندگان تشنه‌ات آشکار نما و به ما بصیرت روحانی عنایت فرما تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نامی عیسی مسیح زنده، یگان مکاشفه حق و راستی و نور عالمیان می‌طلبیم. آمین. عیسی مسیح می‌فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. برادران و خواهران عزیز و ایمانداران محبوب، درود بر شما. امیدوارم که شادی و سلامتی الهی که مافوق عقل بشری است زندگی و وجود شما را در بر گیرد و در هر لحظه از عمرتان به یاد خدا باشید و برای او زندگی کنید. دعای من این است که هدف و مقصود نهایی زندگیتون جلال دادن نام مقدس خدا یکتا و به دست آوردن رضای او باشد. از اینکه پروردگار مهربان به من نفسی عطا کرده تا زنده باشم و در این ساعت با شما یاران عزیز و حقجویان گرامی باشم تا از گفتار آسمانیش براتون بخونم، نام مقدسش رو می ستایم و در برابر محبت بیکرانش صورت خیش را به خاک می افکنم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و از کلام مقدس انجیل، زندگی و تعلیمات مولا و نجات دهنده بشریت و یگان منجی زنده انسانها یعنی عیسی مسیح آیات را می خونم و پیرامون آیات توضیحاتی جهت روشن ساختن معنی کلمات برزتون میرسونم تا شما با دانستن حقیقت و پذیرفتن و پیروی کردن از آن از حیات جاودان و فیض خدا بهره مند شوید.
بنابراین ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل 13 انجیل به قلم متی حواری بگشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. احیانا اگر شما از شنوندگان عزیزی هستید که این جاودان کلام خدا را به زبان فارسی در اختیار ندارید، منتها مایلید که شخصاً آن را داشته باشید، از شما دعوت میکنم که برامون نامه بنویسید تا به عنوان هدیه آسمانی تقدیم حضورتون کنیم. آدرس رو در پایان وقت اعلام خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. فصلی که در برابر ما قرار دارد یکی از مهمترین فصلهای کتاب انجیل مقدس است و همانطور که قبلا یادآور شدم شاید بتوان گفت که انجیل متی کلید کتاب مقدس است. یعنی توسط این کتاب قادریم تمام تورات و صحف انبیا و انجیل مقدس و رابطه آنان با یکدیگر را بیافته و علت اتحاد همه پیامبران را هم ببینیم. اگر این موضوع رو بپذیریم آن وقت میتوان گفت که فصل 13 از انجیل متی کلید این کتاب محسوب میشه که البته اهمیت این فصل را آشکار میکند، زیرا در این فصل ما میتونیم بهتر به معنی ملکوت خدا که اساس پیام حضرت یحیی و عیسی مسیح بود پی برده و بفهمیم که مقصود از ملکوت خدا چه میباشد. این فصل را دانشمندان علم الهی فصل مثلهای اسرار آمیز می نامند و یکی از 3 قسمت تقسیم بندی کتاب متی می باشد. یعنی اگر این کتاب متی را به 3 قسمت تقسیم کنیم الان به قسمت دومان رسیدیم، زیرا قسمت اول تعلیمات عیسی مسیح بر بالای کوه بود که به موضع سر کوه مسما است و دوم مثلها و تعلیمات اسرارآمیز مسیح در مورد ملکوت الهی و سوم وقایع کوه زیتون که منجر به صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح می‌گردد. در اینجا خاطر نشان می‌سازم که نباید هماهنگی که بین تعلیمات یحیی پیغمبر با عیسی مسیح وجود داشت به فراموشی بسپاریم. یحیی فرمود توبه کنید زیرا ملکوت خدا نزدیک است و عیسی مسیح نیز با همین جملات مأموریتش را آغاز کرد و در خطابه معروف خود قانونهای این ملکوت آسمانی را بیان نمود و با معجزاتش واقعیت آن را به اثبات رسانید. اما همونطور که دیدیم پیام و دعوت او توسط یگانه قوم خداپرست آن زمان یعنی یهودیان رد میشه و آنان عیسی مسیح را از خود دور میکنند. آنان پادشاهی ملکوت الهی را رد میکنند. حالا بر اثر همین عکس العمل غلط آنان بود که مسیح اعلام داوری بر شهرهای آنان میکنه و علل خصوص بر علیه رهبران مذهبی یهود. بعد از این تغییر و تحولات بود که او رو به همه مردم عالم کرده و همه انسانها را به طور انفرادی و خصوصی دعوت به سوی خودش میکنه و از همه زحمتکشان و گرانباران و گناهکاران عالم میخواد که به سویش بیایند و در ملکوت الهی، در ملکوت آسمانی قرار گرفته و زندگی جاوید را آغاز کنند. حالا او در این مثالها درباره موقعیت ملکوت خدا تا بازگشت ثانویش با ما سخن میراند، موضوعی که باید برای ایمانداران مخصوصاً جالب توجه باشد و اینکه بایستی بگویم ملکوت خدا به معنی کلیسا نیست، مترادف و هم لفظ کلیسا نیست. ملکوت خدا امروز در مسیحیت است و البته کلیسا در مسیحیت است، اما نه همه کلیسا در آن. در مورد این مثالها عیسی مسیح گفت که مسیر ملکوت الهی را برامون در این مثالها آشکار کرده و نشان میدهد که بین رد کردن عیسی مسیح از جانب قوم بنی اسرائیل تا بازگشت ثانویش چه اتفاقاتی نیز به وقوع خواهد پیوست. بنابراین توجه خاصی به کلمات و معنی این مثالها بایستی مبذول داشت. و یا عزیزان، نکته‌ای که بسیار مهمه اینه که این مثالها را باید با یک دید معنوی به آنها نگاه کرد تا معنیشو بفهمیم. چون اگر از خدای تعالی برای بصیرت معنوی و درک این آیات طلب یاری نکنید، مطمئن باشید که نه فقط متوجه اساس پیام و هدف مسیح نشده اید، بلکه قادر نبودید حقیقت الهی را درک کنید. بنابراین تمنا می‌کنم از خداوند خواهش کنید که خدایا چشمان مرا بگشا تا از کلامت چیزهای عجیبی رو بیاموزم. با بیان این مقدمه از شما دعوت میکنم که به آیات کلام خدا گوش کنید. میفرماید
و در همان روز عیسی از خانه خود بیرون آمده به کناره دریا بنشست و گروهی بسیار بر وی جمع آمدند به قسمی که او به کشتی سوار شده و تمامی آن گروه بر ساحل ایستادند. حالا در این دعایه می‌بینیم که عیسی مسیح از خانه بیرون میاد و به کنار دریا میره تا به مردم تعلیم بده، ولی چیزی نمیگذره که جمعیت زیادی برای شنیدن تعلیمات او دورش جمع میشن و به طوری که بر او هجوم میآورن. پس مسیح سوار قایق میشه که همه بتونن او را ببینن و بشنون و در ساحل رو به جماعت میکنه و آنان را با این مثلها تعلیم میدهد. بعضی از مفسرین کلام خدا دریا را مطابق آیات دیگر تورات و انجیل سمبل این جهان می‌دانند که مسیح پیامش را نه فقط به قوم اسرائیل بلکه به همه انسان‌های عالم می‌دهد، زیرا اسرائیلی‌ها لطف خدا را رد کرده بودند. اولین مثالی که عیسی مسیح بازگو می‌کند به مثل برزگر یا کشاورز مسمی است. شنوندگان عیسی به خوبی می‌دانستند و می‌توانستند این مثل را در ذهن خود مجسم کنند و چه بسا بسیاری از آنان خودشون برزگر بودند. بنابراین درک ظاهری مثل عیسی مسیح آسان بود، اما معنی روحانی عمیق آن برای بسیاری غیر قابل فهم بود. عیسی مسیح اینطور مثل را آغاز می کند. برزگری به جهت پاشیدن تخم بیرون شد و چون تخم می پاشید قدری در راه افتاد و پرندگان آمده آن را خوردند و بعضی بر سنگلاخ‌ها جایی که خاک زیاد نداشت افتاد که به زودی سبز شد، اما چون که زمین عمق نداشت وقتی آفتاب برآمد بسوخت و چون ریشه نداشت خشکید. و بعضی در میان خارها ریخته شد و خارها نمو کرده آن را خفه کردند، اما برخی در زمین نیکو کاشته شد و بار آورد، بعضی ها 100 و بعضی ها 60 و بعضی ها 30. هر که گوش شنوا دارد بشنود. هر که گوش شنوا دارد بشنود. دوستان، عیسی مسیح رو به جماعتی که در ساحل دریا جمع شده بودند میکنه و مثالی براشون تعریف کرد و گفت کشاورزی بود که قصد پاشیدن بذر در زمین شخم زده اش داشت. وقتی تخم را می پاشید قدری از دانه های گندم روی جاده اطراف زمین شخم زده میفته که پرندگان صحرا میان و اونو میخورن. حالا بعضی از این بذرها روی خاک افتاد که زیر سنگ بود. در نتیجه چون خاکش کم بود خیلی زود سبز شدن، ولی وقتی خورشید سوزان بر آنها میتابه همشون سوختند و از بین میرن. چرا؟ چون ریشه عمیقی نداشتن. بعضی از تخم‌ها هم در لابلای خارها افتاد. خارها و تخم‌ها با هم رشد کردند، ولی ساقه‌های ضعیف گندم زیر فشار خارها خفه شدند. منتها اکثر بذر روی زمین خوب که شخم زده شده بود و خاک خوبی داشت میفته و ثمر به بار میآوره و از هر بذری 30 و 60 و حتی 100 تخم دیگر به دست میاد. بعد به آنان گفت اگر گوش شنوا دارید خوب گوش بدهید. وقتی عیسی مسیح این مثل را به پایان رسانید شاگردانش به او گفتند ای استاد، به چه دلیلی با این مردم ساده توسط مثل‌ها صحبت می‌کنی؟ چرا مستقیما پیام را به آنها نمیدی و کاری می‌کنی که آنان را وادار به فکر کردن بکنی؟ عیسی مسیح در پاسخ شاگردانش آیاتی را از تورات مقدس نقل می‌کنه. آیاتی که حضرت اشعیا نبی آن را در کتاب خود قبلا به ثبت رسانیده بود. در آیه 11 می‌فرماید او یعنی مسیح در جواب شاگردان خود گفت دانستن اسرار ملکوت آسمان به شما عطا شده است، لیکن به دیشان عطا نشده است. زیرا هر که دارد بدو داده شود و افزونی یابد، اما کسی که ندارد آنچه دارد هم از او گرفته می شود. و سپس در ادامه گفتارش فرمود از این جهت با اینها به مثلها سخن می گویم که نگرانند و نمی بینند، شنوایند و نمی شنوند و نمی فهمند و در حق ایشان نبوت اشعیای نبی تمام می شود که می گوید به سمع خواهند شنید و نخواهند فهمید، نظر کرده خواهند نگریست و نخواهند دید، زیرا قلب این قوم سنگین شده و به گوشهای خود به سنگینی شنیدند و چشمان خود را بر هم نهادند، مبادا به چشمهای خود ببینند و به گوشهای خود بشنوند و به دلهای خود بفهمند و بازگشت کنند و من ایشان را شفا دهم.
دوستان، جوابی که عیسی مسیح میدهد به ظاهر بسیار عجیب و نارساست و بسیار سخته، ولی اگر توجه خاصی کنیم علت این که عیسی مسیح با مثلها با مردم صحبت می کند آشکار میشه. اول اینکه باید در نظر داشت این مثلها را عیسی مسیح برای بیان اسرار ملکوت آسمانی به کار میبرد، یعنی توسط درک این امثالها قادریم حقایق هایی که تا به حال در باره ملکوت خدا آشکار نبوده است را درک کنیم و بفهمیم. زیرا خود عیسی در آیه 11 به شاگردانش میگوید دانستن اسرار ملکوت آسمان به شما عطا شده اما به اینها عطا نشده. او به اسرار ملکوت داره اشاره میکند. در آیه 12 میگوید زیرا هر که دارد بدو داده شود و افزونی یابد، اما کسی که ندارد آنچه دارد هم از او گرفته خواهد شد. حالا مقصود این آیه چیه؟ مقصود این نیست که عیسی مسیح میگوید ثروتمندان عالم ثروتمندتر میشن و فقیران این عالم فقیرتر و بدبختتر میشن. خیر، او این آیه را در رابطه با معنی ملکوت خدا و اسرار ملکوت الهی داره میگوید و در حقیقت به ما آشکار میکند آنانی که اشتیاق شناخت خدا را دارند، آنانی که در ملکوت خدا قرار گرفتن، بیش از بیش به شناخت و ماهیت الهی پی برده و ذات و طبیعت اقدس خدای تعالی را بیشتر خواهند شناخت. برای آنها مکاشفه خواهد شد، یعنی خدای تعالی خودشو هر روز خودشو بیش از روز دیگر به این اشخاص آشکارتر میکنه. ولی آنانی که بصیرت روحانی ندارند، آنانی که حقیقت الهی را درک نمی کنند، آنان مثل افراد این مذهبی یهود هستند که فقط جزئی می دانند. آنها وقتی کلام را نپذیرند سیر قهقرایی را در عالم معنویت خواهند پیمود و آن چرا هم که درباره خدا می دانستند از دست می دهند. بنابراین دوستان عزیز بایستی متوجه بشیم که اشاره این آیه به ثروت جسمانی نیست، بلکه اشاره و مقصود این آیه به ثروت روحانی است که عیسی مسیح به آن اشاره میکنه و این ثروت روحانی همانا شناخت خدا و نزدیک شدن به اوست. هر چقدر به خدا نزدیکتر بشیم از نظر عالم معنویت ثروتمندتر میشیم، غنیتر میشیم، و هر چقدر از خدا دورتر بشیم بدبختتر و فقیرتر. و در ثانی آنانی که عاشق خدا هستند و صمیم قلب طالب خدایند و با ایمان وارد ملکوت الهی شدن هر روز قادرن اسرار الهی را یکی پس از دیگری دریابند، بفهمند. عیسی مسیح برای همین است میگوید که توسط مثالها با این مردم صحبت میکنم. آنها یعنی رؤسای دینی یهود خیال میکردند که قادرن چیزهای روحانی رو ببینن، چرا؟ چون چشم داشتن، اما قادر نبودن ببینن، یعنی بصیرت روحانی نداشتن. گوش داشتن ولی نمیشنیدن، یعنی فهم و بینش معنوی نداشتن. ببینید دوستان عزیز، عیسی مسیح صریحاً داره به من و شما تعلیم میده که عالم روح و عالم معنویت را بایستی با دید روحانی نظر بانفکن و مطالعه کرد، نبایستی فقط و فقط با وسایل جسم عالم روح را کشف کنیم. همونطوری که مهندس برق میتونه امور برق رو درک کنه و مهندس کشاورزی میتونه مسائل کشاورزی رو درک کنه و مهندس برق چیزی از کشاورزی نمیفهمه و نه مهندس کشاورزی از برق، با همین نحو هم بایستی بدونیم کار را باید به دست کاردان بسپاریم. یعنی اگر میخوایم عالم معنویت رو درک کنیم بایستی از روح خدا پر باشیم، از روح خدا هدایت بشیم و اعتماد به خدا و قدرت روح القدس و بصیرت روحانی و فهم معنوی همهشون با هم در ارتباط هستند. یعنی توسط فهم روحانی و با کمک روح القدس بصیرت روحانی رو درک میکنید، صاحب میشید و میتوانید آنچه که خداوند گفته است را درک کنید. حضرت داوود در دعایش به درگاه خدا میگوید ای خدا چشمان ما را بگشا، چشمان مرا بگشا تا از کلامت چیزهای عجیبی ببینم. حضرت داوود چشم داشت اما او طالب بصیرت روحانی بود. عیسی مسیح می‌فرماید خدا روح است، هر که می‌خواد خدا را بشناسد بایستی با روح و راستی او را بپرست و بشناسد. دقت کنید، بایستی از عالم معنویت استفاده کرد تا خدا را شناخت. متاسفانه دوستان عزیز،
امروز به علت نبودن بصیرت روحانی در بین خیلی از هموطنان عزیز، کلمات خدا سبب سوء تفاهم و حتی اختلاف شدید و چه بسا گمراهی شده است. برای مثال عرض کنم، در انجیل مقدس ما با واژه‌ها و مطالب روحانی بسیاری روبرو می‌شویم که دارای معنی بسیار عمیقی میباشند و البته باید هم همینطور باشه. یعنی بایستی با واژه‌های روحانی در انجیل مقدس روبرو بشیم. چرا؟ چون کلام خداست، از خدا صادر شده. خدا روح و راستیه. این مطالب را اگر از دید روحانی مطالعه نکنیم، هرگز به عمق و فهم آیات پی نمیبریم و مقصود خدا را نیز نخواهیم فهمید. اما هستند و بودند و خواهند بود که سعی کردند که با حکمت و بینش دنیوی این آیات را تفسیر و تعبیر کنند. منتها صریحاً آیات به ما نشون میده قادر نخواهند بود. برای مثال خداوند تعالی برای اینکه عمق محبت و نزدیکی و علاقه خودش رو به ما انسانها آشکار کنه، در انجیل مقدس میگوید من شما را مثل فرزندان دوست دارم. من شما را پدر خواهم بود و شما فرزندان من. خب دوستان عزیز، اگر از نظر عقل بخوایم این آیه را تعبیر کنیم، ثمرش کفره و البته ما هم با شما هم عقیده خواهیم بود. ولی اگر از دیدگاه معنوی نگاه کنیم، به عشق بی پایان خدایی که محبت است پی میبریم. زیرا خدایی را میبینیم که نسبت به بندهش مهربانه، کثیرالاحسانه، دوست داره و محبت میکنه. محبت خدا را آشکار میکند. و ای عزیزان، راه شناخت حقیقت، راه رسیدن به خدا فقط و فقط از طریق عالم معنویت میسر است. همه ما می توانیم امروز از خداوند تمنا کنیم که خدایا به ما کمک کن تا به ما این بصیرت روحانی عطا شود. خدا میخواد که به ما فهم روحانی بده و خدا را شکر دوستان عزیز، فهیم بودن در عالم معنویت نه به سواد احتیاج دارد و نه به مقام، نه به سن و نه به جنس. هیچ کدام از این چیزا در دریافت فهم روحانی ربطی نداره و اثری نداره. آنچه که مهمه فقط و فقط اشتیاق و علاقه ماست. اگر من و شما اشتیاق تمام به شناخت خدا داشته باشیم و طالب این باشیم که خدا را بفهمیم و از خدا تمنا کنیم که به ما بصیرت روحانی و فهم معنوی بدهد، اگر شما یک کشاورز باشید یا یک دکتر، هیچ فرق نمیکنه. اگر شهری باشی یا دهاتی، اگر زن یا مرد، هیچ فرقی نمیکنه. اگر طالبش باشید، خداوند آن را به شما عطا میکنه. راه باز است و دعوت خدا هم هنوز برقراره برای همه انسانها. اما حقیقت اینه که خدا ما را به زور وادار نمیکنه که آن را بپذیریم. خدا ما را به زور وادار نمیکنه که در طریق او باشیم و در راه او قدم برداریم. خدا از ما دعوت میکند که بیایید بپذیرید، بچشید و ببینید که چه نیکوست. عیسی مسیح متوجه اشتباه و خطای رؤسای دینی و مذهبی یهود شده بود. آنان عالم معنویت را با عالم جسم قاطی کرده بودند. پس با اشاره به آیات تورات آنان را کوران و کران روحانی می‌خوانه. البته او عین جملاتی که خدای تعالی به پیامبر خود اشعیا نبی داده بود را نقل می‌کنه. مسیح میگوید این رؤسای مذهبی همانند آنهایی هستند که خداوند در موردشون به اشعیا نبی فرموده بود که پیوسته گوش می‌دهید ولی نمی‌فهمید، پیوسته نگاه می‌کنید ولی نمی‌بینید، زیرا ذهن این مردم کند گشته، گوش‌هایشون سنگین شده و چشمانشون بسته شده. ویلا چشمانشون میدید و گوش‌هاشون میشنید و میفهمیدن و بازگشت میکردن و من هم آنها را شفا میدادم. اگر دقت کرده باشید می‌بینید که این خدا نیست که آنان را از بینایی و شنوایی روحانی محروم کرده است. خیر، زیرا میگوید آنان چشمان خود را بستند، آنان گوش‌های خود را بستند تا نشنوند و نبینند، چون اگر بازگشت می‌کردند من آنان را شفا میدادم. محبت خدا را می‌بینید؟ اگر بازگشت کردند من شفا میدادم. بنابراین دوستان عزیز، عدم وجود بصیرت روحانی و فهم روحانی نشان بی‌لطفی خدا بر آنان که از آن بی بهره هستند نمی باشد،
بلکه خدا این عطیه را به همه عطا کرده و می کند. شرطش اینه که توبه کنند و بازگشت نمایند. آنانی که از این عطایای آسمانی محرومند و در تعصب و جهالت خود غرق شدند، در واقع مقصر اصلی خودشونند، زیرا حاضر نیستند که توبه کنند، حاضر نیستند بپذیرند که نیازمندن، در اشتباهن، حاضر نیستند که به غرورشون اعتراف کنند و اون رو بشکنن، خورد کنند. نعمت خدا برای همه است. هر کسی که طالب آن باشد میتونه اونو به دست بیاورد. فراموش نکنید که عیسی مسیح فرمود جوینده یابنده است. ای عزیزانم، چقدر خوبه که در این دقایق آخر از دنیا جدا بشیم و به خودمون نگاه کنیم و ببینیم که آیا من و شما از بصیرت معنوی واقعا بهره مند هستیم؟ آیا در عالم معنویت رشد و نمو می‌کنیم؟ آیا امروز بیشتر از دیروز درباره خدا مطالب تازه یاد گرفتیم و مکاشف الهی عیان شده است؟ عیسی مسیح در آیه 16 میگوید خوشا به حال شما که چشمانتون میبینه و گوشهایتون میشنوه. چرا؟ چون آنان با ایمان به سوی عیسی مسیح آمده بودند و با ایمان تسلیم عیسی مسیح شده بودند. برای همینی که مسیح میگوید شما صاحب بصیرت روحانی شدید، فهم روحانی شدید. در واقع دوستان عزیز، شاگردان به خاطر ایمان وارد عالم معنویت شده بودند. شما نیز امروز می توانید به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح وارد عالم معنویت شوید. متاسفانه به خاطر کمی وقت اجازه میخوام که معنی مثل برزگر را که خود عیسی مسیح آن را بیان کرده در برنامه آینده به سمعتون برسونم. تا روز دیگر و برنامه دیگر از خدای تعالی قلباً میخواهم که شما را یاری بده، که شما را به سوی حقیقت هدایت کنه و شما فکر کنید که آیا در عالم معنویت وارد شده اید یا نه. دوستان عزیز، امروز روز پذیرش حقیقته. امروز روزی که فکر کنیم که آیا واقعا در طریق خدا هستیم، در عالم معنویت هستیم یا نه. خدا کند با او در تماس باشید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.